سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از آموزش اسمارت مانی. امروز میخوام یکی از مهمترین موضوعهای بازار رو با هم بررسی کنیم. محدوده های نقدینگی یا همون جایی که مارکت میکرها دنبال پول کلانن. اگه این محدوده ها رو بلد باشی، میتونی نقطه ورود و خروجای خیلی دقیق‌تر و قوی‌تری پیدا کنی. بیام رو چارت یه مثال بزنم تا موضوع ویدیو امروزمون بهتر جا بیفته. دیدید گاهی اوقات میایم یه پوزیشنی باز میکنیم، استاپش دقیقه طبق ستاپ و پوزیشن خوبیه، میاد با چند پیپ اختلاف استاپ ما رو میزنه و بعد میره سراغ تیپی. راهکارش این نیستش که استاپمون رو بزرگتر کنیم، چون ضرر بیشتری متحمل میشیم و فشار بیشتری میخوریم. پس بهتره که بیایم دانشمون رو افزایش بدیم و نواحی نقدینگی رو یاد بگیریم. خیلی سریع بریم سراغ اولین اسلاید که اولین ناحیه نقدینگی ماه. اولین ناحیه‌مون میشه تریدینگ رنج، سقف و کف تریدینگ رنج. چرا؟ یه سری تریدرهای کارنابلد میان استاپشون رو بالای سقف یا پایین کف میذارن، یعنی تک تک این سوینگایی که مشخص شده محل استاپ گذاری تریدراست. ما هیچ وقت به هیچ عنوان روی تریدینگ رنج معامله نمی کنیم، چون تریدینگ رنج منشأ تشکیل نقدینگی جمع میشه، بازار داره نفس میگیره که یه حرکت شارپ محکم بزنه و بازم استاپ رو بزنه، بعد حرکت اصلیشو تازه شروع کنه. پس این گول زننده است. نواحی اول ما میشه نواحی تریدینگ رنج. ناحیه دوم سقف و کف یکسانه، ایکوال های و ایکوال لو. من تو این اسلاید هر جفتش رو آوردم. اگه اینجا خطکش بندازیم روی این ناحیه، با چند پیپ اختلاف سقف دوم اومده سقف قبلی رو رد کرده. این یعنی چی؟ یعنی هانتش کرده. استاپایی که تریدرها گذاشته بودن اینجا سل زده بودن و که ادامه روند نزولی رو بگیرن، اومده استاپ اینا رو زده. همین یه ذره، همین چند پیپت که خیلی هم کمه. بعدش اومده با کف دومی که تشکیل داده با این سوینگ کف اولم حتی هانت کرده و بعد میبینی بعد از انجام دو تا هانت جمع آوری نقدینگی روند بازار رو کلا عوض کرده و ترکیده رفته بالا. یه حرکت شارپ داشتیم. پس نقدینگی همینه تو بازار. سومین ناحیه ما خط رونده. خیلی وقتا میبینید همه دارن خط روند میکشن و اونجا سفارشاشون رو تنظیم میکنن، استاپشون هم میذارن بالای خط روند. این دقیقاً همون جایی که بازار میره نقدینگی جمع میکنه. این کفی که مشخص کردم باعث BOS شده و باعث شده که کل این ناحیه شکسته بشه، هانت بشه. تک تک اینا لیکویدیتی های آزادی هستن که قراره یه روزی زده بشن. پس خط روند که ما احساس میکردیم بار اول که برخورد کرده خط روند داریم، بار دوم برخورد کرده، ما بار سومش رو مطمئنیم که میخوره و دوباره میریزه و یه تیپی خوب میگیریم. اما این اتفاق نمیفته. اومده استاپ ما که اینجا اومدیم معامله‌مون رو باز کردیم، استاپمون رو میاد میبلعه و میره بالا، چه توی صعودیش چه توی نزولیش. پس خط روند دلیل موجهی واسه معامله کردن نیست. چرا؟ چون یکی از ناحیه‌های نقدینگیه. در ادامه رو چارت اینا رو بررسی می‌کنیم، بهتر متوجه میشیم. فعلا در حد شماتیک دارم توضیحشو میدم. محدوده بعدی ما محدوده چهارم میشه کلوز کندل تایم فریم روزانه است. این کندل‌ها تک تکشون مال دیلی هن. معمولا اطرافشون سقف و کف تک تک این کندل‌ها سفارش‌های خیلی زیادیه، قیمت هم تمایل داره واکنش نشون بده به این محدوده. یعنی طبق مثال اینجا رو اگه ما بررسی بکنیم، این کندل اومده کف این کندل رو زده ولی سقفش رو نتونسته بزنه. کندل بعدی روز بعد اومده سقف قبلی رو زده، بعدی دوباره سقف رو زده، بعدی اومده کف رو زده، بعدی هم سقف رو زده هم کف رو زده. این محدوده ها واسه ما خیلی مهمن. سقف و کف دیلی رو مشخص کنیم، بریم تو تایم فریم پایین بررسی کنیم، خیلی واکنش ها و سطوح مهم و خوب و حیاتی به ما میده که میتونیم روشون معامله بکنیم. ناحیه بعدی پنجم FVG هستش. FVG یا شکاف قیمت یا اصطلاحاً خلأ قیمتی، یه ناحیه‌ای که تشکیل میشه و توی ویدیو خودش آموزشش هست. تشکیل میشه، میتونید روش معامله کنید. رو چیش معامله کنید؟ رو این حساب کنید که قراره یه روزی پر بشه. شکاف قیمتیه دیگه. یه سری نقدینگی اونجا پنهان شده، پس قرار بازار بهش برگرده. اصلا قیمت تمایل داره FVG های بازار رو پر کنه. ما میتونیم از این قضیه سوء استفاده کنیم و روش معامله بکنیم. یه اوردر بلاک اینجا پیدا کردیم، FVG مون پر شده، برخورد بوم ریخته قیمت رو میتونستیم یه تیپی 5 و 6 ازش بگیریم.
چرا که اینجا هم خط روند میشد بکشیم و یه سری available لیکویدیتی یا لیکویدیتی و نقدینگی فعال اینجا وجود داشته، میتونستیم تیپیمون رو بذاریم که دقیقاً اومده تا همین جاها ما رو تو سود برده اگر اینجا معامله می‌زدیم. پس FVG هم شد پنجمین ناحیه‌ای که ما به عنوان نقدینگی قبولش داریم. ششمی و آخری سقف و کف سشن هاست، مثلا سقف لندن یا کف نیویورک. این نقاط خیلی مهمن، ناحیه‌های خوبی میتونن به ما بدن. چرا؟ چون موقع زمان باز شدن بازار نقدینگی زیادی اونجا جمع میشه. برای مثال اینجا سقف سشن توکیو توسط لندن زده شده یا کف لندن توسط نیویورک زده شده و ما میتونیم خیلی از ستاپ‌ها رو طبق این بچینیم. چرا؟ چون ما خیلی قبولش داریم و نقدینگی حرفه‌ای واسه ما میسازه. حالا بریم رو چارت یکی دو نمونه مثال بزنیم. این همون مثال اولیه بود که اومد هانت کرد و رفت و قطعاً توی این 6 موردیه که ما درباره‌اش صحبت کردیم. حالا گفتم چهارمین نمونه FVG. ما اگه بخوایم دقیق FVG بکشیم، این ناحیه FVG ماست. گفتیم بازار متمایله که پرش بکنه، اما کی پر میشه؟ هر چه زودتر بهتر. FVG اولمون رو پر کرد که من نکشیدمش، اومد برخورد به FVG دوم، در ادامه میبینیم که اومد دقیق پرش کرد و رفت ادامه حرکتش. پس ما میتونستیم مثلا همچین جایی معامله باز بکنیم. در صورت تایید باید چند تایم فریم مشخص بشه، اوردر بلاک خوب ست بشه، روی اوردر بلاک با برخورد و پس از تایید کندل معامله بزنیم و اویلیبل لیکویدیتی هایی که اینجا جمع شدن رو بگیریمشون و یه تیپی خوبی از بازار بگیریم. به عنوان مثال بعد از این کندل میتونستیم با این استاپ با حساب 3 پیپ کوچیک معامله کنیم تا اویلیبل لیکویدیتی هایی که در انتظار ما بود یه ریوارد 2.5 میده. نمیگم تا اینجا، ولی تا اینجا رو میشد بگیریم. حالا یه مفهوم دیگر رو بررسی کنیم با هم. گفتیم ایکوال های ایکوال لو، دارم هر کدوم که جلوم سبز میشه و توضیح میدم. اینجا اگه بیام یه خطی بندازم، این خط چه اتفاقی افتاده؟ اومده این ناحیه هانت کرده، این ناحیه رو اصطلاحاً BOS انجام داده، اما این ناحیه رو نتونسته هانت کنه، فاصله داشته. اگه اینجا رو هانت میکرد این حرکت خیلی شارپتر و پرقدرت‌تر میشد، اما نتونسته. خیلی هم مهم نیست. ما زمانی که میبینیم این هانت میشه و اینجا میاد این سقف هم زده میشه، میتونیم تقریبا توی این نواحی خریدار بشیم. اما میخوام قدرت نقدینگی رو بگم که اگر ما اینجا بعد از هانت نقدینگی و دیدن چنج اف کاراکتر توی تایم پایینتر، یعنی 1 دقیقه، چون الان این تایم 5 دقیقه است، معامله باز میکردیم، به عنوان مثال اینجا میتونستیم یه تیپی سنگینی از بازار بگیریم. یعنی اصل مطلب ما نقدینگیه، فقط نقدینگیه که دست بازار رو واسه ما رو میکنه، هیچ چیز مهم نیست، فقط نقدینگی رو بلد باشی کار جمعه. این حرکتی هم که انجام شد، سقفی هم که زده شد، اینم اگه بریم به گذشته بازار نگاه کنیم قطعا هانت نقدینگیه که انجام شده. اینم پاک کنیم بریم ادامه. پس من FVG رو گفتم، ایکوال های و ایکوال لو هم اینجا روی چارت نگاه کردیم. سقف و کف سشن ها مطلب مهمیه، ویدیوی جدا درباره‌اش میذارم چون خیلی بحث توش نهفته است. بالا پایین رنج هم که خب به عنوان مثال اگه من بیام اینجا یک تریدینگ رنج بکشم خیلی هم تمیز نیست، ولی طبق اون ویدیو اولی که گذاشتم ستاپ AMD، این بخش اول میشده بخش اکیومولیشن، همون رنج یا جمع آوری نقدینگی که میاد با یه حرکت منیپیولیشن اینجا هانت میشه و میره یه حرکت سنگین به نام دیستریبیوشن انجام میده. پس ما این پوزیشن رو هم بر اساس AMD میتونستیم بگیریم، ستاپ AMD که ویدیوش هست، یا میتونستیم بر اساس نقدینگی بگیریم. بریم ببینیم در ادامه چی شده. این چند تا رو پاک کنم چارت تمیز باشه.
اینو نگاه کنیم. این چیه؟ میتونم من اینجا یه خط روند بندازم که اومده چه اتفاقی افتاده؟ شکسته شده به سمت بالا و هاند شده. اینم همینه. ما اینجا اگر می اومدیم سل مینداختیم چی میشد؟ استاپ ما، سلمون تا اینجا فرضاً میخواست باشه، استاپ ما هر جا میذاشیم بلعیده میشد، زده نمیشد، بلعیده میشد. پس روی خط روند اصلا معامله نمی کنیم مگر در شرایط خاص. اینجا هم دلیل اینکه خط روند ما شکسته شده فقط جمع‌آوری نقدینگی بوده. ما هر خط روندی رو نگاه کنیم یه روزی شکسته شده. اینجا هم به عنوان مثال یه برخورد 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا بار بعدی 7 تا تو هفتمین بار اومده این سقف‌ها همشون هاند شده. یعنی اینجا رو اگه ما ریز بررسی بکنیم، بیام روش، همشون هاند شدن. به چه علت؟ به همون علتی که نقدینگی تو بازار نهفته است. تا اینجا زده شده، نتونسته اینو بزنه ولی همه اینا رو زده. اینم یه ایکوال های ایکوالوی دیگه تو دل خط روند. در ادامهش هم که FVG هست و حالا اینجا FVG تمیزی نمیشه پیدا کرد. یعنی FVG بخوام بکشم باید اینجا رو مثلا تا اینجا بکشم، ولی کوچیک و ضعیفه و اون شرایط لازم رو نداره واسه ما، چون FVG اصولا باید چند تا کندل ترجیحاً یه رنگ پشت هم باشه، مثلا 3 تا، که ما بیایم این وسطش رو بگیریم از کلوز این تا کلوز این، کف اون، سقف اون. نتیجه گیری میکنیم که طبق نقدینگی معامله کنیم. حالا ما هم ایکوال های و ایکوال لو رو توضیح دادیم، بالا پایین رنج رو توضیح دادیم، خط روند رو توضیح دادیم. FVG که خلای نقدینگی بود، خلای نقدینگی کلوز کندل روزانه قبلی بود و سقف و کف سشن که تک تک اینا تو ویدیوهای دیگه دقیق بهش میپردازیم که اولا با خط روند چجوری معامله کنیم، چون نمیشه خط روند رو باش معامله نکرد، ولی ستاپ‌های خاص خودش رو داره که طبق اونا معامله میکنیم. پس نواحی نقدینگی رو خیلی باید تمرین بشه روش، کار بشه روش، تو ستاپ‌ها بررسی بشه تا بتونیم وین ریت بیشتری بگیریم. هر ستاپی رو بری یاد بگیری دلیل استاپ تو رو نقدینگی مشخص میکنه و دلیل TP تو هم همینطور، فقط نقدینگیه که میتونه کارو در بیاره. خب این 6 تا محدوده نقدینگی بودن که تو هر بازاری میتونید ازش استفاده کنید. یادتون باشه که این نقاط رو هیچ وقت دست کم نگیرید، چون مارکت میکر دقیقاً همین جاها دنبال نقدینگی میگرده. اگه این ویدیو واسط مفید بود لایک کن، کامنت بذار، کانال رو ساب کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.